هلو گایز، سلام بچه‌ها به ایستگاه بازی پرواز خوش اومدید. امشب اومدم سراغ پنالتی زدن توی FC24 و میخوام بهت آموزش بدم چه جوری پنالتی بزنی که حریفت نتونه جهت پنالتی رو تشخیص بده و توپتو بگیره. پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. برو بریم سراغ اصل مطلب. برای تمرین پنالتی توی FC24 اول وارد بخش لرن تو پلی میشیم و از اونجا به اولین گزینه یعنی مرکز تمرینات وارد میشیم و بعد از اون به تب فاندامنتالز میریم. همونطور که توی تصاویر میبینید با زدن کلید مثلث توی این بخش میتونید تیم مد نظرتون رو انتخاب بکنید. حالا به منوی اصلی بازی برمیگردیم و گزینه دوم یعنی اسکیل گیمز رو انتخاب میکنیم. حالا به تب ست پیسز میریم و از اونجا گزینه PK اگینست کیپر رو انتخاب میکنیم. این نکته رو بهتون بگم که اگر خواستید بازیکنی که پنالتی میزنه رو عوض بکنید میتونید با استفاده از کلیدهای L2 و R2 این کار رو انجام بدید. اولین نکته‌ای که موقع زدن پنالتی باید بهش دقت بکنیم دایره‌ایه که دور توپ کوچیک و بزرگ میشه و هر چقدر شعاع این دایره کمتر باشه دقت بازیکن موقع زدن ضربه بیشتره، یا اگر مثل این صحنه دایره دور توپ خیلی بزرگ باشه توپمون حتما به بیرون میره. دومین نکته‌ای که باید رعایت بکنیم نحوه صحیح جهت گرفتن موقع ضربه پنالتیه. زمانی که شما جهت میگیری و قصد زدن ضربه پنالتی رو داری بازیکنت به سمتی که شما جهت گرفتی نگاه میکنه و اینجا حریف به راحتی میتونه جهت ضربه شما رو تشخیص بده. حالا برای گمراه کردن حریف بهتره که ابتدا پاور رو بین 2.5 تا 3 بار پر کنیم و زمانی که بازیکن شروع به حرکت کردن کرد جهت مد نظر رو بین نیم تا 1 ثانیه نگه داریم و بعدشون رو رها کنیم. جهت زدن ضربه پنالتی رو به 5 جهت میشه تقسیم کرد: راست بالا، راست پایین، چپ بالا، چپ پایین و وسط دروازه. حالا اگر جهتمون رو به درستی انتخاب بکنیم گرفتن توپ توسط دروازه‌بان حریف خیلی سخت میشه، چون دروازه‌بان حریفم مجبوره به همین 5 جهت شیرجه بزنه تا توپو بگیره. یعنی باید به چپ بالا، چپ پایین، راست بالا و راست پایین حتما شیرجه بزنه تا بتونه توپو بگیره. و به عنوان آخرین نکته بازیکنی رو برای زدن پنالتی انتخاب بکنید که قدرت پنالتی اون بین 85 تا 90 و یا از 90 بالاتر باشه که این باعث میشه دایره دور توپ با سرعت کمتری کوچیک و بزرگ بشه و راحت‌تر بتونیم پنالتی بزنیم. اگر چنین بازیکنی توی ترکیب نداشتیم تو زدن شوت خیلی باید دقت بکنیم، چون دایره دور توپ توی این حالت با سرعت بالاتری کوچیک و بزرگ میشه و به دقت کمتری میشه ضربه پنالتی رو زد. ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.